سفر خود را جهت شناسایی به موضع‌های سیاحی، یادگاری‌های تاریخی و گوشه‌های زیبامنظر کشورمان دوام می‌دهیم. این نوبت نیز سفرمان به بدخشان است. در ردیف کوه‌های بلند و یادگاری‌های تاریخی این مکان با چشمه‌های شفابخشش نیز شهرتیار گردیده است. این بعد ما چند معلومات در به چشمه مشهوری طبابتی بی‌بی فاطمه زهرا پیشنهاد می‌کنیم. این چشمه در ناحیه اشکاشیم اندکی بلندتر از قلعه یمچون جایگیر شده است. نام چشمه در اساس روایت‌های دینی گذاشته شده است و آب آن از جهت شفابخشی همتا ندارد. میگویند که ترکیب آب چشمه از رادون و دیگر معدن‌های فایده بخش از قبیل ناتری، کالی، کلسی، مگنی، آهن و غیره بوی است. نوابسته از آن که چشمه در منطقه بلندکوه جای گرفته است و عادتاً حرارت هوا اینجا سردتر است، آب آن در تمام فصل سال 40 درجه سلسیوس گرمی دارد. متخصصان میگویند که اساساً آب چشمه برای بیماری‌های اورولوژی، کسلی‌های زنانه و مشکلات عضوهای هاضمه منفعت بخش است. این مکان در حقیقت خیلی آباد و زیباست. در آن حفظ شناوری ساخته شده است و گلگشت‌هایش نظربایند. برای نفرانی که به تماشا و طبابت می‌آیند همه شرایط‌ها مهیا کرده شده است. این است که سالهای اخیر چشمه بی‌بی فاطمه زهرا از بین مکان‌هایی است که مشتریان زیاد دارد و شهروندان کشور و سیاحان خارجی برای تماشا و طبابت می‌آیند.